این آهنپاره‌ها باقی‌مانده یکی از نقطه‌های فروش سوزشواری جماعت آبوردان ناحیه مسجح میباشد. شام سنه 10 می در اینجا سوختار به عمل آمد. نقطه فروش سوزشواری که جمعیت دارای مسئولیتش محدود ظهوریان نام گرفته است، در راه نقلیاتگرد آبوردان عزیزیان جماعت آبوردان جایگیر می باشد. برای پوره خاموش نمودن علنگه آتش 5 عدد نقلیات آتش خاموش کنی جلب گردیدند. سنه 10 می سال جاری ساعت 19:50 به نقطه علاقه خدمات دولتی آتش‌نشانی ناحیه مسجح خبر تلفن عایدی حادثه سوختار در نقطه فروش سوزشواری واقع در ناحیه مسجح جماعت آبوردان راه نقلیاتگرد آبوردان عزیزآباد خبر آمده رسید. بعد گرفتن خبر به جای حادثه 3 عدد نقلیات‌های آتش‌نشانی ناحیه و حالتی به وجود آمده را به نظر گرفته 2 عدد نقلیات‌های آتش‌نشانی ولایت سوخت جلب کرده شدند. سوختار ساعت 21:35 با جلب نمودن 5 عدد نقلیات‌های آتش‌نشانی و بیش از 63 نفر هیئت شخصی جزو تام‌های ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی خاموش کرده شد. بنابر معلومات مسئولین ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت، مسافه سوختار 60 متر مربع را تشکیل داده است. عین زمان برای معین نمودن سبب و عامل‌های حادثه و ضرر آن گروه کاری تشکیل گردیده است. از حساب کارمندان نقطه سوزشواری باشد بر اثر علنگه آتش 4 نفر ضرر دیدند. در نتیجه سوختار متاسفانه 4 نفر جراحت سوخته براشته در بیمارخانه ناحیوی بستری کرده شدند. در نتیجه سوختار 60 متر مربع مال اموال نقطه و گرد و اطراف آن قسمت سوخته ضرر دید. حالا تحقیقات جای حادثه ادامه دارد. سبب، ضرر و گناهکار حادثه سوختار معین کرده میشه. رستم نوروزوی 36 ساله را شام 10 می با بیماری سوخته به بیمارخانه مرکزی ناحیه مسجح آوردند. عین زمان وی در شعبه احیا بستری می باشد. او یکی از کارمندان نقطه فروش سوزشواری می باشد که هنگام رخ دادن سوختار در جای حادثه بود. اول می دورنی بوشک بنزین در گرفت. بوشک بنزین در گرفت که وجه ما برفتیم اونجا وجه وقت بنزین در گرفت که فجرا سلامتی با وی شد. بوشی گاز برسید الانگار. گازم درگیر. آزمی دستم کاری دستم سوختگی کلی پام. عین زمان در شعبه احیای بیمارخانه ناحیه مسجح 3 نفر ساکنان جماعت آبوردان بستری می باشند. آنها کارمندان نقطه فروش سوزشواری محسوب می یابند. بنابر معلومات طبیبان وضع سلامتی جراحت برداشتگان وزنین میانه ارزیابی می شود. گفته می شود که سنه 10 می 5 نفر به بیمارخانه در نتیجه سوختار مذکور مراجعت نمودند. 1 نفر آنها با طبابت امبولاتوری فرا گرفته شده، 1 نفر دیگر ساکن شهر خوجند می باشند و به موضع استقامتیش انتقال داده شده است. هنگامی وارد شدن البته 3 بیماری که حاضر در شعبه احیا بستری شده است در صدمه سبک جایگیر داشتن. البته بعد یاری اولیه رسانیدن حالات در حالت وزنی میانه قرار دارند. از دینه که بیماران وارد شدن ما خط سیر ثانویت دعوت کردیم. خط سیر ثانویت اومده بیمارا رو دید، ضروریتی برای بستری در شهر خوجند نبود، برای همین طبابت در شعبه احیا ناحیه مسجح دوام دارد. بنابر معلومات مسئولین ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی ولایت سوخت، از آغاز سال روان این اولین حادثه سوختار در نقطه فروش سوزشواری محسوب می‌یابد. سبب حادثه مذکور از جانب خدمات‌های داخلدار تفتیش گردیده ایستاده است. گزارش اوغلای رجب و سپان عادل جانов برای برنامه اطلاعاتی امروز از ناحیه مسجح.